ناطق بعدی جناب آقای علی کرد، نماینده محترم خاش، میرجاوه و بخش‌های نصرآباد و کوری. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام، شهدای اسلام، بلخص شهدای حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام، و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه ملت سرفراز و همیشه در صحنه ایران اسلامی، بلخص مرزنشینان پر افتخار بلوچ و سیستانی در سطح حوزه انتخابی پهناور شهرستانهای خاش، میرجاوه، بخشهای کورین، نصرت‌آباد، ایلندگان و نوک‌آباد. عرض سلام و درود به محضر همکاران گرانقدر، دولتمردان عزیز و حضار محترم. در ابتدای عرایض خویش بر خود لازم می‌دانم از حضور حماسه و پرشور ملت شریف ایران در صحنه سیاسی 29 اردیبهشت تشکر و قدردانی نمایم. همچنین عرض سپاس و خدا قوت به تمام مسئولین و دستاندرکاران برگزاری مراسم تحریف ریاست جمهوری در روز 15 مرداد، هم از نیروهای امنیتی، انتظامی، پشتیبانی، تدارکات و سایر بزرگوارانی که با تلاش شبان روزی و خستگی ناپذیر خویش زمینه برگزاری این مراسم با شکوه را با عظمت و در نهایت نظم و آرامش فراهم نمودند. بی تردید حضور هیئت‌های سیاسی خارجی و شخصیت‌های از عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و همچنین مسئولین کشوری و لشکری از سراسر کشور شکوه و عظمت این مراسم را چندان نموده است. سروران عزیز، حضاران گرانقدر، زیبایی، تراوت، سرسبزی و شادابی باغ انقلاب اسلامی ایران نتیجه وجود گلهای رنگارنگ و متنوع طوائف، مذاهب و حتی ادیان مختلف است که ایران را به الگوی بی‌نظیر در وحدت اسلامی، یکپارچگی و همدلی و اتحاد ملی تبدیل نموده است. اما متاسفانه عدم دعوت از جناب آقای شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحمید، پیشوای مذهبی اهل سنت ایران، در مراسم تحریف ریاست جمهوری موجب نارضایتی و تعلم خاطر جامعه اهل سنت ایران گردید و این جامعه دلخورند هم از نهاد ریاست جمهوری و هم از مجلس شورای اسلامی. شایسته است در گردهمایی‌ها و همایش‌های مشابه با توجه به شرایط حساس منطقه و به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده بیگانگان این مهم مورد توجه و عنایات جدی قرار گیرد. با این اوصاف، با عنایت به انجام مراسم تحریف و آغاز به کار دولت و ادای سوگند رئیس جمهور محبوب کشور در جمع نمایندگان ملت و مقامات سیاسی کشورهای مختلف جهان و تأکید ایشان بر تداوم روند برنامه‌ها و شورای انتخاباتی در حوزه سیاسی و داخلی که مورد قبول و پذیرش اکثریت جامعه واقع گردید و در 29 اردیبهشت ماه مورد مطالبه و درخواست جدی مردم شریف و فهیم میهن اسلامی ایران قرار گرفت، امید است حقوق مدنی همه اقوام و مذاهب به مفهوم واقعی، عملیاتی و اجرایی گردد، زیرا در نظام جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی همه مردم کشور ایران با هر گرایش سیاسی و مذهبی دارای حقوق شهروندی و مشارکت در مدیریت اجرایی کشور هستند که خوشبختانه این مهم در برنامه‌های تبلیغاتی رئیس جمهور و سایر کاندیداهای محترم مورد اذعان، اعتقاد و تأکید قرار داشت که انشاءالله در ادامه فعالیت دولت 12 شاهد اجرای عملیاتی آن باشیم. پیشاپیش برای رئیس جمهور محترم مجموعه وزرای پیشنهادی که موفق به